نیروهای منفی‌دار منطقه و بین المللی که تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را دستگیر میکنند، با وجود درک پیامدهای فاجعه بار، نقشه‌های رذیلانه خیش را همانا برای رسیدن به هدفهای گیوسیاسی و گسترش نفوذ خود در آسیای مرکزی از سوء استفاده نهضت نحس دست نکشیدند. امروز هم آنها باقی مانده‌های و فراریان این گروه افراطی خائن را از کشورهای گوناگون جهان جمع کرده برایشان تشکیلات سیاسی و قنات تروریستی تشکیل کرده با خرج میلیون‌ها دلار میخوان این مرده پوسیده سیاسی را دوباره زنده کنند و بر ضد دولت و ملت تاجیک روانه سازند. هنوز از سالهای 90 عصر گذشته وقتی که گروه‌های مسلح تشکیلات تروریستی اکستریمیستی سابق حزب نهضت اسلامی برای برهم زدن ساختار کنستیتوسیونی در جمهوری تاجیکستان تلاش کردند، با جای آن دولت اسلامی بنیاد کردن می‌خواستند، خدمات مخصوص خارجی جنگیان تشکیلات تروریستی سابق حزب نهضت اسلامی را در تعلیمگاه‌های مخصوص به آموزش فرا گرفته با آنها اصولهای چگونه تطبیق سازی عملهای تروریستی را می آموختند و می آموزند.